اینیم خود رفیق میگه خانه رو در فروش مانده، ما را موال نداده. چی کردی بچه‌ها؟ والا بچهش به خاطر در فروش ماندیم که پدرم عملیات میشد دیگه، هر چی کردیم پیسه پیدا کردن نتونستم. می آخرین گزینه بود. حداقل ما را که یک دفعه اول میدادی. در کدام روی برتان میگفتم وقتی که هیچ کدام خبر از شما نگرفتین در 6 ماه. خب یعنی که از یکی دیگه اول نگیریم باز رفاقت ما خلاص میشه. راستی نگفتی زمیر جان چقدر پیسه کار بود؟ فعلا خود 2 لک ضرورت است. بعد از این 2 لک نه 1.5 لک ضرورت است. به خاطر 50,000 پس انداز دارم او را میتونم. بعد از این دیگه 1.5 لک ضرورت نیست، 80,000 ضرورت است. به خاطر که 70,000 از پیسه موترم مانده پیشم او را برمی‌دم. من خب پول نقد ندارم، به خاطر موبایل من مفروشم. از رفیق که خب چیز زیاد نیست. لالا باقی ماندهش هم سرما جواب هستیم. پس دیگه جای تشویش نیست. نمیفهم بچه‌ها که این کیتان چه قسم جبران کنم. او را فقط رفاقت نیست وقتی بعد از یکی دیگه نخوریم. yaşasam